بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این لحظه می خواهم حضور شما عزیزان را به حادثه‌ای که در کشور عزیزمان تاجیکستان رخ داده ایستاده است جلب نمایم. در واقع این یک حادثه ننگین و یک جنایت سنگین نوبتی حکومت است بالای مردم، کشور و ملت. مخاطب من اینجا حکومت و مقامات کلیدی کشور نیست، زیرا این حکومت و مقامات با پیشوای خود عامل این جنایت ها هستند. اینها اصلاح شدنی نیستند و باید به گونه کنار انداخته شوند از راه قانون و با روش درست اینها کنارگیری کنند. شایسته است که من آنچه را میگویم با حکایت، با یک تمثیل توضیح بدهم. در یک شهر مردی بوده که در شرارت، ظلم، شکنجه و آزار و اذیت مردم به حد اعلا رسیده و دهشتش میان مردم پهن گردیده که هر جا نمایان شود مردم از او گریزان بودند. در راه، مسجد و آشخانه و بازار هنگامی که نمودار شود کسی تابیان را نداشته که در روبرویش بیستد. بار در راه میگذرد، همه از او فرار میکنند، کسی در راه نمیماند به جز یک کودک و آن هم مادرش هنگام فرار کردن گریختن نمیتواند که اون را همراه ببرد. رهایش میکند و خودش در پس کوچه یا در پنهانگاه پنهان میشود. طفلی گریان و 4 طرف راه دور میزند، ناله و واویلا میکند، داد و فریاد میکند، به اندازه گریه میکند که دلی از سنگ سخت اون ظالم هم برهم میآید. از اسب خود پیاده میشود، طفل را میبردارد، مهربانی میکند، نوازش میکند، هرچی از اشیاء قیمت بها دارد به او میدهد. اما هیچ نیکی کودک آرام بگیرد. اتفاقا مرد صالحی که در اون شهر بوده است، یک مرد صالح و شجاع و بیباک، آنجا نمودار می شود. اون مرد هم از کسی باک ندارد، از کسی ترس ندارد، تقوای به خدا دارد، اتکا به خدا دارد و در خدمت مردم است. و این ظالم وقتی اون را میبیند صداش میکند و میگوید که ای مرد، هیچ میدانی که همین کودک با وجود نوازش، با وجود مهربانی که من به این کرده ایستادم، چرا آرام نمیگیرد، چرا خب نمیکند؟ مرد صالح نزدیک می شود و طفل را از بغل ظالم میگیرد
و میگوید آره، میدانم چرا آرام نمیگیرد. این کودک میگوید که مرا رها کن و هرچی برای من انعام کرده ای بردار و برو. بس است که رهایم کنی، هیچ چیزی از تو لازم ندارم. حالا عرضی من به حکومت داران تنها همین است که این شمایید مردم را به تنگ آورده اید. مردم از شما ترس و هراس دارد. شما مردم را سرسان و سرگردان کرده اید. شما ملت را تحقیر و ترسو ساخته اید. عزت و کرامت ملت را شما سلب کرده اید. ثبات و آرامی را از این کشور دور کرده اید. بدبینی، محلچیگی و خشتبربازی را شما به وجود آورده اید. ثروت و بایگری کشور را دزدیده اید و یا به قیمت اندک در فروش گذاشته اید، فروخته ایستاده اید. بس است. این کشور و ملت را رها کنید و خود هر آنچه تا امروز از دزدی و غارتگری و فروش و قلابی به دست آورده اید بگیرید و کشور را ترک کنید. مردم از شما وحشت دارند. شما آن دزدان، ظالمانید که به هیچ مقدسات مردم ارج نمیگذارید. تهمت میکنید، میکشید، شکنجه میکنید، بالای ثروت مردم انحصار، مونوپولیا میگذارید، دزدی میکنید، دهشت افکنی میکنید. مردم از شما وحشت دارند. نبود شما آبادی و پیشروی برای این کشور و آرامی و عزت و سربلندی برای ملت است. مخاطب من مردم است. اینجا من مردم عزیز تاجیکستان را مخاطب قرار میدم، مخصوصا علما، دانشمندان، استادان، آموزگاران و سالخورده های صاحب تجربه، ادیبان، شاعران، روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان، افسران و سربازان وطن دوست را صدا میکنم. علما و دانشمندان علاوه بر آن که تربیه و معرفت ناک ساختن جامعه را بر عهده دارند، در واقع اساس حفظ و گسترش فرهنگ ملتند. اگر امروز ما از بازداشت این شمار از استادان و دانش آموزان و کارگران صاحب تجربه بی‌طرفی اختیار کنیم و آنها به زندان انداخته شوند، فردا همین جنایت
بالای دیگر از قشر جامعه ما می آید. این جنایت است و علاوه بر دشمنی بر قشر دانشمند و کاردانهای صاحب تجربه، در اصل حمله به فرهنگ است که در طول تاریخ جز چنگیز و یک عده پست تینتان و حالا هم که باشد این مقامات تاجیکستان که از علما و دانشمندان دهشت افکن می تراشد، کسی دیگری آن را نکرده است. هموطنان عزیز، دنیای امروز یک قشلاق یا یک دهه را میماند. در کجای از آن حادثه رخ بدهد، در اندک وقت همه جا پهن می شود. زیاد در 24 ساعت همه از آن آگاهی پیدا می کنند. اگر حادثه خوش است، همه خوشحال می شوند و اگر حادثه ناخوش باشد، تمام دنیا ناراحت می شود. بر فرض مثال، اگر یک کشفیات علمی صنعتی از طرف عالم در کدام یک کشور دنیا رخ داد یافت شد، به همه اهل عالم تأثیری مثبت میگذارد و یا حقوق یک اقلیت قومی مذهبی در کشور پایمال شود، تأثیر منفی او به همه کشورهای دنیا میرسد. در میانمار مسلمان ها توسط بودایی ها به قتل میرسند، یا حقوق مسیحی در کدام کشور نادیده گرفته می شود، تأثیری بدی آن بالای همه کشورهای دنیا می رسد. زیرا در دورانی که ما زندگی داریم، کشوری نیست که مسلمان، مسیحی، بودایی یا پیروان مذهب و روش‌های مختلفی در آن زندگی و روزگذرانی نکنند. دنیا و همه کشورها، هم مسلمان، هم مسیحی، هم بودایی، هم اتئیست، هم کسی که به هیچ منبع اعتقادی باور ندارد زندگی میکنند و هیچ کشور خالی از اینها نیست. حالا در امارات متحده عربی، عربستان سعودی، میبینیم که کلیسا، یعنی عبادتگاهی پیروان حضرت عیسی علیه السلام و یا معبدی بودایی ها برای نیروی کاری که از حساب هند و سینگاپور و دیگر جا آنجا کار و فعالیت میکنند، بنا شده ایستاده است یا اینکه بنا شدگی است. پس این قتل و کشتار مسلمان ها در کشورهایی که مسلمان ها اقلیت به حساب می روند، می تواند سبب قتل و کشتار
اقلیت‌های قومی و مذهبی که در کشورهای مسلمان ها آنها اقلیت به شمار می روند بشود. هموطنان عزیز، حالا ما درباره تاجیکستان صحبت داریم. کشوری که 98% آن مسلمان ها هم. مطمئناً دانشگاه های تاجیکستان پاسخگوی همه نیازهای علمی دانشجویان نیستند. یک دانشجوی تاجیکستانی مجبور است تا به خاطر علم، به خاطر حاصل کردن علم و دانشگاه ها در بیرون تاجیکستان داخل شود. ترکیه، ایران، آفریقا، امریکا، عربستان سعودی یا کدام کشور دیگری که نباشد مجبور است که برود نیاز علمی خودش پیدا کند. خب علم دنیوی باشد یا اینکه علم دینی. پس این جرم یک دانشجو نیست وقتی که برای تحصیل علمی خودش بیرون از تاجیکستان سواد آموزی میکند. این وظیفه نهادهای مربوطه کشور است که برای دانشجویان برنامه درست را میگذارند و آنها را به جای کار تأمین میکنند و از این راه نظارت و استفاده درست را از علمی انداخته آن دانشجو یا آن دانش آموز به راه میمانند. بازداشت استادان و یا دانش آموزان یا منع کردن سواد آموزی در خارج کشور، مخصوصا کشورهای مسلمانی، راه حل درستی نیست. این هم با یک ادعایی که همین دانش آموزان، همین طلبه ها با کدام یک سازمانی که در کدام یک کشور ممنوع است ارتباط و علاقه دارند. زیرا اولا یک سازمانی در خارج کشور ممنوع بوده به ما چی ارتباط داره؟ ثانیاً همان سازمان که مقامات کشور ما اون را در لیست سیاه جای داده و ممنوع قرار داده است، نه در همه کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای اسلامی و عربی فعالیتش معنی است. حالا ما درباره حرکت برادران مسلمان اخوان المسلمین صحبت داریم. این حرکت اخوان المسلمین را ابتدا مصر بعد انقلاب نظامی با سرکردگی عبدالفتاح السیسی که حکومت منتخب و مشروع دکتر محمد مرسی را برکنار کرد ممنوع قرار داد. پس از اون امریکا توسط ترامپ، همین پرزیدنت دیوانه‌اش، و یک عده از کشورهای دیگر هم این حرکت را ممنوع اعلام کردند.
باید بدونیم که این هم تنها به هدف سیاسی که هیچ ربطی به دهشت افکنی و تروریسم ندارد. علاوه بر این حرکت در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی که حالا با برخی آنها تاجیکستان روابط خوب دارد، این حرکت ممنوع اعلان نشده است. حتی رهبرهای بسیاری از حکومت‌ها و مقامات کلیدی آنها یا عضوی همین اخوانی ها هستند و یا طرفدار آنها. و یکی از همین کشورها دولت قطر است. قطر بزرگترین سرمایه را برای بینای کلانترین مسجد در سطح آسیای مرکزی در تاجیکستان بر عهده دارد. امیر قطر شیخ جوان شیخ تمیم بن آل ثانی و نزدیکی هم برای افتتاح بزرگترین عبادتگاه مسلمان ها که خودش کشورش بسیاری از مبلغ گذاری او را به عهده دارد می آید به تاجیکستان می آید که او یکی از محبان دوستداران یا اینکه طرفداران همین برادرهای مسلمان است. پس این بازداشت ها در تاجیکستان چی معنی دارند؟ و من معتقدم که این حمله بالای علما و استادان و دانش آموزان و مردان تجربه داری روزگار تنها دو مقصد دارد. اولا دشمنی به دینداران و روحانیت که اساسش به همون دین زدایی می رود. مقامات تاجیکستان در دشمنی با دین سابقه ندارند، مانند ندارند. زیرا اکثری همین بازداشت شدگی ها علمای دینی هستند و همه کسانی که گرفتار شدند تمغه ارتباط علاقه با همون برادران مسلمان، یعنی با همون اخوان المسلمین را دارند. دوم حمله به فرهنگ و تمام مقدسات ملی مذهبی است که این هم با ایجاد ترس و وحشت در دل مردم از راه حبس و بازداشت دست جمعی که در واقع بیانگری عملی تروریستی و اکستریمیستی حکومتداران تاجیکستان را نشان می‌دهد. اما تعجب من اینجاست، این ملت مادر داشت. مادران ملت، اهل ادب، شاعر و نویسندگان، حقوقدانها و زیاییان که دلشان برای این کشور، برای این ملت می‌تپد، در کجا باشند؟ میدانند، میبینند
ولی چرا خاموشند؟ اگر مشکلی وجود دارد که آنها حرفی گفتن نمیتوانند، پس آنها معذورند. ما آنها را معذور می‌داریم. اما خود همین دانشمندان، دانش آموزان و آزاداندیشان مذهبی چرا خود آرامند؟ منظور من اعتراض یا دست به یک عملی خرابکاری زدن نیست. اگر امکان پیدا کردن وکیل دفاع و حمایه خود در داخل تاجیکستان وجود نداشته باشد، چرا از بادرها کنار نمی روند؟ آخر اینها دانشمند هستند، عالم دین هستند و فرموده های خدا آگاه هستید و میدانید که فردا پرسیده می شوید. خداوند هم میگوید آیا قلمرو پهناور ملک خداوند وسیع و کشاد و پهناور نیست تا در آن و هجرت برایید؟ همگی خوب میدونید که عاقبت این بسیار وزمین است. اولئک مأواهم النار. خداوند میگوید الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. قلمرو ملک خداوند پهناور نبود که در اون هجرت بکنید. اولئک مأواهم النار وساءت مصیرا و بئس المصیر. یعنی اونها باششگاهشان آتش دوزخ است و این خیلی هم مسیری بد و خطرناک است. خداوند در سوره نساء آیه 97 این را بیان کرده است. داملاهای عزیز، علمای محترم، اهل علم و پیشوای طریقت و بزرگان ملت، لازم به تأکید است که این عملکرد حکومت یک عملکرد نو نیست. این یک جنایت بزرگ است که از پیش برنامه‌ریزی شده و حال دارد اجرا می شود. این جنایت در آن آینده هم دوام می یابد، زیرا هر کی برای این مقامات احتمال مانع شدن مقصدهایشان را داشته باشند، آنها را از سر راه بیراه میکنند و در قدم اول علمای دین با آن بدبینی که نسبت دین دارن و اهل علم و طریقت و پیشوایان ملت دارن، اول اونها را از سر راه دور میکنن، بعد از اون با دیگر قشر جامعه دست میزنن. دامراهای عزیز، برادران محترم، هجرت سنت است. همیشه کشورهای وجود داشته که در آن انسان عزت و احترام بیابد، مخصوصا اگر دانشمند و هنرپیشه و هنرمند باشی. هجرت ترک وطن نیست. هجرت از وطن خارج شدن به خاطر همون وطن است. با اینکه کار و فعالیت برای کسب رزق حلال پیدا میکنی، بی خوف و خطر روز میگذرونی، میتونی که صدای ظلمی که استبدادی که بالای
کشورت اهل علم فرهنگت ملتت آمده است به گوش آدمیان برسونی. از سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی که از کرامت انسان دفاع میکنن کمک حمایه بخواهی تا دستی همین ظالم ها را از همین ظلمی که بالای کشور و ملت و فرهنگ و اهل دینت هست کوتاه کنی. دامناهای عزیز، علمای محترم، استادان عزیز، استادان مهربان، باید این نقطه را هم بگویم. می شود از حساب همین استادها که بالاشون مشکلات اومده است و برای اونها لازم شده است که با عرض و آبرو و دینشون کشورشون را ترک کنند و براین، می شود از حساب همین ها در خارج، حالا که در داخل امکانش وجود ندارد، اتحاد یا یک نهادی را که به یگان حزب و یگان حرکت سیاسی ارتباط علاقه ندارد تشکیل کرده شود و از راه‌های مشروع و بر اساس قانون‌های بین المللی از حقوق خود و از حقوق دانشمندانی که بالای اونها ظلم شده ایستاده است، با دروغ و تهمت گرفتارشو کرده ایستاده‌اند، حمایت کرده شود. برادران عزیز، من بی مبالغه میگم که تا امروز خیلی پیشنهادها در این باره از طرف بسیار استادها و شخصیت‌های بزرگ شده است تا یک چنین نهاد تأسیس داده شود و فکر میکنم خیلی هم پیشنهاد خوب است و قابل دستگیری هست و امکانیت‌هاش هم وجود دارد و می شود که با این راه صدای مظلومانه دانشمندان اهل علم و اهل فرهنگ و خیانتی که این ظالمان بالای اونها میکند را هم به عالمیان شنمایده شود و هم از اونها حمایت کرده شود. خب دیگر وقتی عزیز شما را نمیگیرم، تنها همین رو گفتنی هستم که من در آنچه الان تقدیم کردم تنها مقصدم خدا بود. والله من وراء القصد و الیه التکلان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.